دوستان عزیز السلام علیکم. امیدوارم در هر گوشه دنیا کسی صحتمند باشین. در این ویدیو میخوایم در مورد 5 ویژگی یک جنس خوب با شما عزیزان شریک بکنم. یعنی که یک جنس کدام 5 ویژگی رو داشته باشه که او جنس خوب است و شما او را اگر بگیرین در آمازون لیست بکنین امکان موفقیت و کامیابی شما بسیار زیاد است. و تنها این 5 ویژگی نه بلکه ویژگی ها و هم خاصیت های خیلی زیادی داره. اگر که شما دوست دارین تجارت آنلاین آمازون شروع بکنین، پس از هر پلتفرمی که ویدیو رو شما تماشا میکنین، صفحات اجتماعی اکادمی تجارت الکترونیک رحمانی را دنبال بکنین. نظریات و دیدگاه‌های خود در بخش کامنت حتما با ما شریک بکنین و در ادامه میبینیم که یک جنس کدام 5 ویژگی را باید داشته باشه که تا او را ما خرید بکنیم و در آمازون ما لیست بکنیم. پس در ادامه با ما باشین. آکادمی تجارت الکترونیکی رحمانی، آموزش آمازون، ایجاد حساب آمازون، گرفتن جواز کار در امریکا یا LLC، گرفتن نمبر تشخیصیه یا EIN نمبر، ساختن وبسایت و آموزش آن، صاحبی به شما در راه اندازی کسب و کار و تصفیه حسابات مالیاتی در ایالات متحده کمک میکند. خب دوستان عزیز، گفتیم که یک جنس اگر دارای 5 ویژگی باشه ما او رو میتونیم که یک جنس خوب. میریم اشاره میکنیم که و یا هم میریم میشماریم که کدام ویژگی ها را باید یک جنس خوب داشته باشه. شماره 1، یک جنس باید سایز و وزنش همسان باشه. یک جنس خوب داره ویژگی هست که سایز و وزنش همسان است و شما کوشش بکنید که همچون یک جنس شما انتخاب بکنید. شماره 2، جنس را انتخاب بکنید که سیزنال نباشه. یعنی یک جنس خوب یکی از ویژگی هایش می است که فصلی نیست. یعنی یک فصل میایه فروشات خوب صحیح داره، فصل دیگه میره فروشات نداره. به طور مثلا در کریسمس در اروپا امریکا فرهنگشان همی است که همین درختها و یا هم بعضی اجناسی هست که در روز کریسمس خیلی زیاد فروشات داره، اما بعد از او هیچ کس پرسان نمیکنه. گفتیم دومین ویژگیش همی است که باید سیزنال نباشه. سومین ویژگی یک جنس پرفروش و یا هم یک جنس خوب ترند شده نباشه. یعنی به این شکل نباشه که در یک مرحله و یا هم در یک ماه بسیار سطح فروشات از او خیلی بالا باشه و در یک ماه دیگه بسیار پایین باشه. در 2 ماه سطح فروشات از او خیلی بالا باشه، در 5 ماه و یا هم در 6 ماه دیگه اما سطح فروشاتشون بسیار پایین باشه. پس از این نوع جنس شما باید خودداری بکنید و یا هم جلوگیری بکنید. شماره 4، جنس را به فروش نرسانید که او به محیط به انسان ها ضرر برسانه و یا هم موادی دو باشه یا استفاده شود که او باعث اذیت مشتریای شما و یا هم افراد شود. آمازون اجازه نمیده همچون یک جنس را شما به فروش برسانید. پس از همچون یک جنس خودداری بکنید. و شماره 5، جنسی را به فروش نرسانید که expired دیتا داشته باشه. یعنی یک تاریخ مشخص داشته باشه که شما را به فروش برسانه. اگر این کار بکنین امکانش است که وقت شما در آمازون ضایع شود و جنس شما به طور به فروش نرسه. یعنی ای که جنس را به فروش نرسانید که یک تاریخ مشخص داشته باشه تا ای که او جنس به طور بعد از او قابل استفاده نباشه. به طور مثلا 1 سال 2 سال یا به طور مثلا کمتر از او شما به طور مثلا یک جنس بخرین ولو در آمازون لیست بکنین، بعداً او در آمازون به فروش نرسه و او را شما مجبور شوین که به طور مثلا از ویرهاوز آمازون بیرون بندازین و یا هم امو باعث تاوان شما شود. پس این 5 ویژگی های بود که یک جنس خوب باید ما در انتخاب یک جنس خوب باید توجه بکنیم و امیدوار به این هستم که با آگاهی شما در بخش نحو انتخاب یک جنس کمک کرده باشیم. اگر شما هم دوست دارین تجارت آنلاین آمازون شروع بکنین، از A تا Z اکادمی تجارت الکترونیک رحمانی در خدمت شماست. اگر شما دوست دارین در امریکا با خود کمپانی بسازین، در امریکا EIN نمبر بگیرین و یا هم هر نوع خدماتی که شما خواسته باشین، اکادمی تجارت الکترونیک رحمانی در خدمت شماست. پس با ما تماس بگیرین.